ما خدا ماشی‌لار بیستم شده. نه. کی گفت که این غیر قانونی است؟ نه کی همین سوال داد که غیر قانونی است این وخوری ما و این بدن این فعالیتی رو خدا تو درباره نظرت میگیرید در جو گفتم غیر قانونی است نه شما نظرتون رو میگیرید نظر من نمیگفتم این یگان سازمان معینی نیست سازمان سیاسی نیست روند این که اون چیزی که هست وابسته به آنگار این روند فعال جامعه هستند که خودشون فعال می‌شوند و در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری شهروندان در ترتیبات جمعیتی ما با هم همکاری میکنیم ما نه اینکه خود یک این آوانگارد بلکه کدام گروهی هست چندین نفرهای انفرادی همکاری میکنن قانون اجازت میدهد ما صحبت میکنیم همکاری میکنیم کسی که برای ترتیبات امنیت برای تنظیم دولت کوشش میکنه ما با اونها همکاری میکنیم بیهوده نیست ما تلفن باوری شدیم سایت شدیم و شبانه روزی با مردم هستیم این خوب سوال اول تو نفهمیدم رو کی 80 ساله بود شکنجه 80 ساله رو کی میکنه دو مامور اودینه مامور شکنجه شده است بله شکنجه شده اودینه مامور شکنجه شدگی نیست وقتی که وای جنایت کرده است من علاقه سود بها داد که جنایت کرده است لیکن سوالش ندادن که بعد یک جنایت کردی نسبتی نماینده دولت کجا پنهان شدی آخه وقتی پنهان شد در تخونه رفتن گرفتنش همونجا خودش شکنجه کرده بود از او کشید بعد گرفتیم آوردیمش خیلی ما تفتیشات ادامه دادیم و بهای حقوقی سود علاقه بها داد دیگر سوالتون مثلا نسبت نبیوف هست نبیوف دونه البته این سوال شما را اگر دید پروکورور گنرالی جواب داد به نظر من بهای حقوقیش همون کس داد تفتیشات یا باقی رسانده و فکر میکنم فکری پروکورور خیلی راضی هستم